اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این جلسه ما ان شاء الله به تفسیری سوره بقره خواهیم پرداخت، یعنی تفسیر این سوره را شروع خواهیم کرد. این سوره نیز همانند دیگر سوره های قرآنی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است. خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این 5 آیت اولی این سوره است. اول من ترجمه اش را عرض میکنم، بعد به تفسیر آن خواهم پرداخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. این کتاب ذلک الکتاب، این کتاب لا ریب فیه، که در آن تردید نیست، شک نیست در حقانیتش. هدی للمتقین، این کتاب برای هدایتی پرهیزگاران است. متقین در فارسی و معنای پرهیزگاران است. بعد در ادامه آیت به توصیف پرهیزگاران، یعنی صفاتی که پرهیزگاران با آن آراسته‌اند پرداخته. فرموده است پرهیزگاران کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند، نماز برپا می دارند و از آنچه که ما به آنها روزی دادیم انفاق می کنند، صدقه می دهند، خیر می دهند. و کسانی که به آنچه که ما به تو فرود فرستادیم ایمان می آورند، یعنی به قرآن. و همچنین و ما انزل من قبلک، و همچنین به کتاب هایی که پیش از تو ما نازل کرده بودیم نیز ایمان می آورند. و بالآخرت هم یوقنون، و به روز آخرت آنها یقین دارند. حالا بعدا خواهیم گفت چرا در جاهای دیگر از ایمان، یعنی واژه ایمان به کار گرفته شده است و در اینجا واژه یقین. اولئک علی هدی من ربهم، چون این کسان بر هدایت از پروردگارشان هستند. علی هدی من ربهم، یعنی بر هدایت از پروردگارشان هستند. و اولئک هم المفلحون، و اینها هستند که رستگارند. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید در این چند آیت خداوند بعد از اینکه می‌فرماید این کتاب که در آن شک نیست، هدایت است برای پرهیزگاران، و اون سپس به صفت‌هایی که پرهیزگاران متصف با آنها هستند پرداخته است. ذالک الکتاب، این کتاب. ذالک در زبان عربی اسم اشاره است، مثل هذا. فرقش با هذا، یعنی فرق ذالک با هذا در این است که هذا برای اشاره نزدیک است، ذالک برای اشاره دور. حالا چرا در اینجا کتاب نه با هذا بلکه با ذالک مورد اشاره قرار گرفته است؟ مفسران بر این نظرند که چون کتاب قرآن مقامی والایی دارد، جایگاهی بلند دارد، از این رو با اشاره دور، با اسم اشاره‌ای که
به دور اشاره میکند از آن تعبیر شده است. ذالک الکتاب، آن کتاب، یعنی آن کتابی که از نزد پروردگار نازل شده است، یعنی اصلش پیشی خداوند متعال است. این کتاب لا ریب فیه، هیچ تردید در آن نیست، یعنی در حقانیتش، در اینکه این کتاب سخن و پیام الهی است و در اینکه این کتاب وحی است، هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست. بعد در دیگر جاهای قرآن از جمله در همین سوره که خواهیم آمد به آن، دلیل هایی که ثابت میکنند که این کتاب در آن شکی نیست، تردید در حقانیتش نیست، دلیل های آورده شده است که انشاءالله خواهد آمد. فعلا حالا مختصرا عرض کنم. مثلا قرآن کریم کسانی را که در حقانیت قرآن تردید روا می دارند، آنها را به مبارزه طلبیده است. در چند جای از قرآن گفته است که اگر شما در سوره های قرآن یا در آیت های قرآن کریم، حتی در چند آیتی کوتاه، در یکی از سوره های کوتاه مثل سوره انا اعطینا کالکوثر یا مثلا قل هو الله احد شک دارید، لااقل مثل همین سوره ها را بیارید اگر قادر هستید. حتی می توانید از تمام جهانیان، از انس و جن کمک بگیرید. آیا قادر خواهید بود؟ خود قرآن پاسخش میده، میگه اینها هرگز قادر نخواهند بود. ما در تاریخ نمونه هایی داریم. بعضی از اعراب حتی در همون عصرهای اول اسلام گفتند که قرآن کتاب خدا نیست. از آنها خواسته شد که شما به این تحدی و مبارزه طلبی قرآن پاسخ بگویید، یعنی لااقل یک سوره کوتاه که عبارت از چند آیت، 3-4 آیت باشد، خب درست کنید. ما بگوییم که آره این ساخته بشر است، اما نتوانستند. حالا مثالهایش خواهد آمد در آینده. هدی للمتقین، این کتاب هدفش هدایت است، هدایت مردم است. اینجا مفعول هدایت یعنی کسانی که باید هدایت شوند پرهیزگاران گفته شده است. اما در جاهای دیگر ما داریم که این کتاب با عنوان هدایت مردمان، هدایت جهانیان نیز معرفی شده است. یعنی قرآن برای هدایت همه بشر است، تنها مخصوصی پرهیزگاران نیست. اما یک خصوصیت دارد اینجا که عرض خواهیم کرد که چرا در اینجا از پرهیزگاران مورد نظر است. پس کتاب قرآن کتاب هدایت است. نکته دیگر این که حالا این هم در تفسیر سوره های دیگر خواهد آمد که بعضی ها فکر میکنند قرآن، یعنی انتظار دارند از قرآن که یک کتاب علمی باشد. فکر میکنند چون از ناحیه خداست پس خداوند همه چیز را و جزئیاتش در قرآن ذکر کرده باشد. اما این توقع و انتظار خیلی بیجاست. قرآن با این چند صفحه که دارد خب کتابی نیست که به نظریه پردازی و فرضیه پردازی علمی بپردازد. توقعی بیجاست. خداوند راهنماست و ما راه نشان میدهد. بنابراین خیلی اشتباه میکنند کسانی که برای مردمان قرآن را به عنوان یک کتاب علمی معرفی میکنند. شاید در قرآن آیت‌هایی هست که به برخی از مطالب علمی در آن اشاره‌هایی هست، اما در آنجا نیز هدف قرآن نظریه پردازی نیست، بلکه آنجا هم هدف همون هدایت است، هدایت مردمان است.
این نکته رو داشته باشیم که البته در آینده بیشتر راجع به این موضوع خواهیم پرداخت. بعد از آن که می‌فرماید این کتاب برای هدایت پرهیزگاران است، برای پرهیزگاران، تقواداران چند تا صفت برمی‌شمرد. اولا میگوید پرهیزگاران کسانی هستند که اینها به غیب ایمان دارند. مراد از غیب غیر از این عالم است. یعنی در اصطلاح قرآن حالا مراد از غیب چیزی نیست که حالا ما ندانیم، نه، مراد از غیب در برابر حضور است. مرادی قرآن این است که بعضی از موجودات اینها حضور ندارند در میان شما، حضوری فیزیکی جسمی جسدی ندارند. شما نمیتونید آنها رو ببینید، لمس کنید، اما اینها هستند. مثلا این که ما به فرشتگان ایمان داریم نه به این جهت است که ما فرشته رو دیده باشیم با چشمان. فرشته ها موجودات مجرد هستند. مجرد یعنی غیر مادی، مجرد هستند و وجودشان واقعی است، در این شک نیست، اما ما نمیتونیم با چشم ببینیم. یکی از مصادیق غیب مثلا ایمانی به غیب ایمان به فرشتگان است. صفت دیگری پرهیزگاران این است که آنها نماز برپا می‌دارند و همچنین صفت سوم کسانی که انفاق میکنند، صدقه میدهند. اینجا مراد از ینفقون اعم از صدقه شرعی است و هر خیری که ما میدهیم شامل اون هم هست. یعنی هر مال، پول، چیزی که ما در راه خدا برای کسی انفاق میکنیم این اسمش میشود صدقه. از صفات دیگری پرهیزگاران این است که آنها به کتاب خدا الذین یؤمنون بما انزل الیک، کسانی هستند که به آنچه به تو نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و آله ایمان می آورند و همچنین به کتاب هایی که پیش از تو نازل شده است نیز ایمان دارند. و یکی از صفات دیگری آنها به روز آخرت یقین دارند. بعد از برشمردن این 5 صفت که مخصوص متقین است، خداوند می‌فرماید اولئک علی هدی من ربهم، اینها بر هدایت از پروردگار خود هستند و رستگار تنها همین هایند. اگر ملاحظه بفرمایید اینجا متقین در بین دو هدایت قرار گرفتند. اولا هدن للمتقین، یعنی میگوید این قرآن برای راهنمایی و هدایتی پرهیزگاران است، یعنی دست اینها را میگیرد و برای راست هدایتشان میکند. سپس پرهیزگاران را تعریف میکند که چنینند و چنانند، یعنی به خدا به غیب ایمان دارند، به نماز برپا می‌دارند و به روز آخرت یقین دارند و غیره. بعد می‌فرماید اینها بر هدایت از پروردگار قرار دارند. سوال این است که شاید این سوال اینجا خودنمایی کند که اگر متقین چنانه که قرآن می‌فرماید کسانی باشند که خب به غیب ایمان دارند، نماز برپا می‌دارند، انفاق می‌کنند، به کتاب و به قرآن و کتاب‌های آسمانی دیگر ایمان دارند، به روز آخرت یقین دارند، یعنی هم به توحید و نبوت و معاد اینها باور دارند،